من نمیدونم آدم خوبیم یا نه، ولی یادم نمیاد به کسی بدی کرده باشم که انقدر بلا سرم بیاد. خدا شاهده بدی نکردم، هیچ. همیشه دست این اونم گرفت. یعنی بوده روزایی که خودم تو نون شبم موندم ولی به دیگران مثالشو بخوام بزنم، یه روز تو مغازه نشسته بودم، داشتم به این فکر می‌کردم پول اجاره مغازه‌مو از کی قرض کنم بتونم بدم. بعد یه پدر دختر وارد مغازم شدن. عذرخواهی میکنم، قیمت جارو برقیاتون چنده؟ قابل حراج آقا، 4.5. قشنگ ظاهرش نشون میداد که از اون کارگرای شریفیه که صورتشو با سیلی سرخ نگه میداره. سرم واقعیتش من برای دخترم دارم جهیزیه جور میکنم، اوضاع مالی من خیلی خوب نیست. قیمت کمتر نداری؟ خدا هیچ پدری رو شرمنده بچهش نکنه. یکم از شرایط زندگیش گفت، دلم سوخت با اینکه تحت فشار بودم، ولی حاج آقا جهیزیه دخترت با من ببر، هر وقت داشتی برام بیار. من اصلا حساب اینو نکرده بودم که خودم تو مغازه جنس کم دارم، ولی این کارو کردم. یه امید میکنم انشالله هر چی از خدا میخوای بهت بده، انشالله دست به خاک میزنی طلا بشه، خدا از برادری کمت نکنه. ممنونم ازت. دنیا رو بهش دادم. البته آخرش فهمیدیم که مثل اینکه طرف کارش این بوده، میرفته در مغازه ها خودش به مظلومیت میزده که بتونه یه چیزی بگیره. البته من برای دل خودم این کارو کردم.